असली वतन में जन्नतें पुरचा हज़ारों नेमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें रब्बा दे मना तौफीक तारी पाम्बिली कींती रब्बा मेरो मोहब्बत मनगा पाम्बिली कींती रब्बा दे मना तौफीक तारी पाम्बिली कींती। बॉन्गेज गुन अल्लाह है मेहरबान व बख्शो के नामा हाजिज़ गुल चारों का सलाम व दुरूद हर जा के स्थित दुआ सलामत व सरबुर्दो सोबें बैत از این چاروکان راز که شما گندید مشما به چخانسور یا چخانسور هندو دمگ هستم آتگان به شهر به چخانسور کونگ و باستانی شهر گندو و تروتا به داشته بن گون مردمان گپوتران داشته بن بیشان سکیو سوریه بارو بیشان تاریخ و فرهنگ بارو و لوتان مروچ یک جوانین مشما پریان بریبر بیشه چخانسور شهر و شهی پولی که دناس شسری که کیاس و شهی مردمانی کاروبار دا چونکا گوزید امید که تا دیوان گرد سرا گندوک و چاروک بید درود گل چاروکان رازی که شما گندید هنگتا مشباب چخانسور شهره هستن و گون مردمانی دا گپوتران دارن انون واجه کماشه و اسپیتریش و تیپانات دارن ران گونایی درستیه بین سلام علیکم جا علیکم سلام زبرست سلامت بید بیتو تا ما پیسل کن که درستی کنید نام حمیدالله انت شاول سوالی چخانسوری بعض شرط تا درستی کرد بیت شما شا چخانسور مردمان و ادن مردم چیکا سوکاس زندگی کنند گوشید مردم چخانسوری که قبلا نداخ بوتاند باز بوتاند نام خدا وانو نارنگین تعداد مردم کمی ندناست لدتان توشتان قبلا ندنا که بودو باش بوتا و زندگی بوتا گذرات و مالداری بوتا کم زراعت و مالداری انون 4 سال انت بخیری که ما آباتی نداشتن و پوش کوتا هم زراعت شده شده و هم مالداری شده شده اما کسی که مالوال داشته هم چی بوده شبه شده مالی نمانتا پیلان بیکاری و می سرگردانی چخانسوری تا باز انت مردم مج بیکارن همین نون آلت مردم گجام کاروبار نوتی دارن ما چیزی که دارن هیچ ندارن پیلان هیچ ندارن فقط به درگاه الله یامرن سیل کنه که پروردگار و رحمتنا مثلا نازل کن ولا پیا پی بیتو اما تو انا پوتک کشاورزی چیزی بکنن دامداری داشته بین دیگه پیلان اما چیزی ندارن بی ورگی نا په باره مار سر پیدا معلومات ده ورگین چخانسوری تا به دنو آب ورگین دارن وشین و امید بازار تا یک چای دارن تقریبا 40-50 کریا تا 100 کریا مردم روچا کان تامینا بخاط چوا آب برتنا بعضی دور شازر ایوان دارن بعضی موتوری دارن و بعضی رخشه دارن کرگوجام 2 سال و 3 سال شاملنا پوچوا کن آب برن جنین زاگا مکان زاگو کما کان مردین زاگا مکان آب ورتن بمیره که چخانسوری تا هر حال که پان آب جای جون چاجت نبوده نه بدون شدنوی منطقه که مثلا شبکه آبرسانی دارید دیگه جا شبکه آبرسانی ندارن اما پچی نبوده نلو واگ نکرتال نلوشته اما مراجعه کردن تنگه تمام جواب ندادن مراجعه آینده آیو کانچینا بریاس پلانیت بشما پیلان نگوشتن گوشتن یک مؤسسه گوشته که من کی نمی چا پشما شبکه آبرسانی جوړ کنین تقریبا 4-5 ماه دیمتر می آتا دواره در کسوجی نگوته معلوم نه انت بی سړی که باره مار معلومات سر پیدا سړی کام سړی خراب انت سړی شما قبل ای دولت که مثلا بش دولت شایی وقت بوده اما میره خراب بوده اما خوشبختانه وقتی که اماراتاتی هم یک ټکور را په ما جوړ کو جاده غلطه کرده و پاشی کرده جاده پکش ترین اما اسفالت نداشتن اما شما لوټه گواک چه مسئول زمارن چی اما لوټک ش مسئولانیشن تا که درباره امی مردمان ملت که بیکارن جوان طبقه مثلا سپیریش طبقه پمیشان یک چاره گیب کنن کمی دواره مهاجر ما بین بده کشور مر روان په بدبختی و زندگی مکنن بعد منتر و شرط گناه هم آبر سلامت به الله شما رب ساتید عزیزان گل چاروکان راجی که گنده تنویت پانه ده یک دوست و براسی دیگه دارن ران شیواجه جست کنن به زندگی و کاروبار به چخانسور اندو دمگه چونکه آگازید سلام علیکم زین براس و علیکم السلام بیتو تا ما پیسل کن درستی کنید بله نام ذبیح الله محمدی است شما کاروبار چی تا همه کاروبار فعلا بیکاری دیگه 3 سال گشتر دیگه که خوشحالی به مرکاتی دیما چی کاروبار داشتید دیمتر دیگه همی 6 سال دیمتر که همی آب و کشاورزی تم بله
انو بیش ما گوشید که چکان سوری تا ورنان جوان کاروبار بچی گجام دار راستا کاروبار مچی دارن تگینا یا نمی چون مادیم تر گوشی سه مادیم تر کاروبار شکر می دا یک موسسه یاد دیگه په جوانان کار رو برا کو 340 نفر یمی ولسواری ارکا کار کو دی کاروبار آن دیگه یک 20 روز کار کو دیگه روز $5 بعد شاید دیگه کاروبارن چی پشما جور نبود دیگه نه پیلا نمیره بیکاری دیگه که گوازی نه امیره دیگه که یک دیگه پیشنهاد داده گوشته دیگه انشالله یک کار دیگه که یمی جغل ریزی و جوکاری است انشالله شمیشان و معلومات بی فخیر انشالله باری کدی شروع بین دیگه پیشنهاد بوده ای بیش ما ما گوشید تمی کاری که نام گفت دیم ترا ای کار چی کس پا مردم پا ورنان کتو کت جوانت یا نشی کارا که اما یا باز راضیتا دیگه شکر که امی کار کیاتی نام پا ما پیدا بود دیگه کاروبار که بی دیگه خوبه اگه ما بی دیگه عمل از بیکاری است دیگه که قرض وام کنن دیگه تا وقتی که خدا نفاق کاروبار پا ما رو برا کن دیگه انشالله ای چکان سوری سڑک بارا گوشیتی مردم گوده سکی سورین دی پدی مستگینا بله سرکم خرابه اما شب و نیم مریض دارن دیگه که پشاره دیگه ایرا و عمل بتجنده معلوم است دیگه خراب است دیگه تا وقتی که مریضه که اما برم بشاره انتقال ده مریض سجای سر نبی پولی اما جوانین پولی که گوش ندارن دیگه ایراز که گوشن دیگه 4 سال 5 سال یمی پولم خراب بود دیگه تامی جا که یعنی همیشه گندن کم کم دیگه کار دیگه شروع استی ارو چی کا کټو کا گنده تی پول کی جوړوتا ای پول چی کال کا گه کارګر وصل کن ای پول کی است یعنی په مچ مردمان خوبه ای رای عمومی استی دیگه په فرار روان دیگه په جوین روان شمید نه دیگه په می مردمان خوبه شپونه می که مریضی که داشته باشن پول سر توان انتقال دیم انو که برای پولا که گنده اگه ماشین که برای دیگه که امراننده و تو واشت تکن سیر که والله پول خرابه ایده مصاد ماشین رو جالگه انو کار دی مار بله انو کار دیمارو دیگه کمیشه دیگه انشالله کار رو برای بوده په خیره شما لوټه گو و حق شام مسئول ذمہوارم به ورنان بارو چین اما لوتک شمی مقامات همیشه است دیگه که کاروبارم په جوانم باز کنه بعد خوشحال تک گونه ما بردات سلامت به تشکر عزیزان گل چارو کان درود انو کراده که گندت گونوات یک دیگه دوست و براس دارن شا چکان سوری شهره دکاندارن و رانگونی واجاست درستی بین و جست کنه سوجا گنن بیشی کاروبار برو امید که تا گوت سرا گندو کو چارو بید سلام علیکم وعلیکم السلام بیتو تا ما پایسل کن درستی کنید بسم الله الرحمن الرحیم ناصر هستم یک شندان ولسوالی چکانسیر و یک دکاندار ولسوالی شما بیتی کاروبار بارا ما رو گوشید که دشمه کاروبار چونه کان چون درآمد کاروبار دیگه درآمد و فعلا نه انت کاروبار ضعیف این چون که خوشحالی مردم لدتان باز شدن دیگه ولی بعضم خدا رو شو خوب انت ای وسایل و جنس شده کالای که شما شهر کارتش ایدنا پشما صرفی پایدک دارید آن شکر صرفی تو ششاره کارن دیگه صرفی تو ما شکر ولی کاروبار ضعیف انت مخلوق شدن آن یعنی مردم میدن کم تر دیست کم تر دیسته چون 3 سال رد بده خوشحالی به خاطر مردم لدتان شدن ولی کاروبار کم میته چقدر معنی تو آره په مجوان نه سر پیدا ایدن بعضی چیز ما گنده یخچال هستند به خاطر که یک جای سردیم بید ایدن شما برق دارید ده چونه کاشان یخ خساته انشان دیگه برق سولری هستی باتری سولر انت شا افتابی استفاده کنن یخچالان خراب نبند دیگه چون نمی یک باتری مثلا 5-6 ماه گشتر کار نکنده 15,000 وگانی انت دیگه برق مثلا بیتون دائمی خوبه دولتی ایشانی آورتنه برای مرا سر پیدش اشارات دونه که کاریتش این رای تر را چونی تر رای بر معلومات دید را دیگه بس خراب انت وسایل مثلا زیاده خرابن دیگه این وسایل بجوانی اشارات دونه که کاری چی کسا تو وسایل انا گنده خراب بوده گن تو ای پیدا کرده گن دیگه تقریبا 20% بگنده پیدا کرده چون که راه خراب انت زیاده جوان جور نوان تو دیگه وسایل خراب اما چیزی که خراب انت اگو جام چیز هستن که این که اساس انت مثلا مثل تربار خرابه بین مثلا مثل تخم مرغ یا چیزی گنده پروشتان یا شیشه که مثال باشه گنده پروشتان چون که زیاده خراب انت چون شما اخلاق شما
ابرداتن گو مشتری نه بعض وقتا بوده په مشتری شما خشم کنه غار به سرش نه الحمدلله نگی ای کار بعض یاتا مثلا گوش ما چنه که بعض جاتا چیزی نگوشته نه چنه و سنت بعد چنه جان نه خبر نمیتون انشالله یعنی فقط تم چنه سنت مردم خوش دارن چنه اجنن دیگه مردم بعد مردم دیگه اخلاق داشته و کندن دیگه نبگو مردم جنگ که چنه جان بیت که گرتراتی واگ لوټه شه مسئول ذمہوار نشه مقامات پیش کنه که چی واگ دشه لوټه دارید دیگه من پیشنهاد میشین که من زیاده جور بیان تو مثلا من منطقه مثلا برق بیاری تو همین چیزا منتظر و شرط گونه ما برداتید قربان سلام عزیزان گل چاروکان رازی که شما گندید مشما به چخان سوری شهرت هستند و همار است که گندو کو چاروک هستید به مردم زندگی باره و هی مردم که دینا نشتگن گجام کاروباران دیما برند به باره معلومات شما داتا گید و انوت پانه دا یک واجه و دوست دیگه درم براسی روانگونشی درستیه بین سلام علیکم و علیکم السلام زور است سلامت بید بیتو تا ما پایسل کنه که درستی کنید نینام حبیب الله اند یکش نندو کانم چخان سوریان و بخش معرف هم وظیفه دارین و در بخش ورزشی هم فعالیت دارند مسئول کمیته ورزشی چخان سوری باز داشته که تدرستی کرده تو آن چشم را سرپی داد که بخش ورزشی و سپورت هم دیما برید بید بشی واره گشتی معلومات ده که گجام ورزش دینا دیسته تو ورنا گجام ورزش دیما برن به ولسوالی تا گشتر ورزش فوتسال انتا فوتبال والیبال هم دارند و دیگه ورزش های محلی اند که گشترکین شبن شوتاگند و بعض کمین ورزش محلی دارند بعضم دیما برند گجام ورزش که گما ورزش که اشاره کردید ای تیم چی کسا سنت به ورزش ده تیم فوتسال رسمین تیم که دارن به ولسوالی تا 12 تیم دارن که هر سال دا دو جام اشتگه بند یعنی برنامه تورنمنتن حزبی هم دارن تو لیگ هم دارن و ورزش والیبال تا هم به این صورت 5 تیم دارن تیم والیبال دارن و تیم منتخب هم دارن که بین ولسوالیان گوازی اشتگه بند و رسمی گوازی روانت اشتراک کنند خاص این جاگه شود دارن تی ورزش جاگه خاص شوت جنده ندارن تمیرنگ به مردم ایندگار این تپود میدان جور کرتا موقتین و ایش رسمی میدانی ندارن و توجه خاص امتحانی نبوده به ورزش چخان سوریه ایشان تانو لوٹا گواگی شما شما مسئول زمارن داشته گید اما واقعش انت که پمی ورزشان مکان مخصوص جور بید و که توانن تمی ورزشکار و می جوان و تیم وقتا به ما دا گوازینند ورزش که است انسان تندرستین تا ورزش مردم توان که و تی زندگی به بهترین ناو ادامه دن و خلاف کاران دور بید و پمی خاطر اگر مخصوص اینجا داشته بند و طرف مسئولان توانن مشما برنامه گشتر ایجاد کنن امی جوان مچم ده سرگرم بند انشالله که هیچ مشکلات پاون ایجاد نبید گوٹ سر شما خاصن و مهمن ضرورن لوٹا گواش مسئول زمارن چین تا بباره ورزشه اما لوٹگیش انتا که به ورزشکاران توجه بید میدان پاون ورزشین جور بید و اما وسایلی که نیازند فراهم بند بعد من تارسه که مرو چگون ما گپوتران کرده تشکر زندگی به عزیزان گل چاروکان هنو پدارک یک عزیز امراس گنوات و تیپانا داران روان گونی واجه درستی بین و شی واجه جست کنه سو یگره کی شگو جام دان تا و به وتی جنده درس و رودینه گبارا مشمار معلومات دادن سلام علیکم برس و علیکم السلام و رحمت الله تعالی بیت تا ما پیسل کنه درستی کنه ما منصور اخونزاده هستم شاید چخان سوری ولسوالیه شما گیسو جامع دینه بله وتی تحصیل بارا گوش درس وانت گید بله تحصیل که ما مواصل هستم وقت میدونم کاین ولسوالیه سنپ 13 مواصل سنپ 13 اون درس وانی چه رشته درس وان رشته زراعت عمومی بشاره ور به ولسوالی جنده ولسوالیه جنده ادنا پشمارت زراعت رشته بله ادنا چی که مواصل دارید مواصل تقریبا 35 دانه کم نه انت کم انت چرا که مشما زنان که کاروبار نه چخان سوی د خوشحالی انت بر اساس می دلیل مواصل کم انت گشتر کی مواصل شتا ماجرا کرتان به دیگر روستان یا شتا اشاره پهلن د مواصل به می خاطر کم انت کاروبار نه و زمینه کار مساعده نه پاون دیگر نتوانند ادامه ده چون بعضی مواصل هستند که سرپرست خانواده
نتوانه که هم درس بنا هم وقتی خانواده گذرانه کنه. به این خاطر درسای را داتن شتام پوتی کار زندگی پوتی خانواده خرج پیدا کنه. شما ورنا و جوانان دلگرمی گو تحصیل چون کردید؟ تحصیل خوب انت خدا شکر الحمدلله. تحصیل دیگه تا حد امکان که ما توان داشته باشیم تحصیل ادامه ده. کسایی که مشکل داشته بید دیگه بر اساس من نتوان تحصیل گشت دیما با. کسی که جوانی که واقعا مثلا مشکلات داشته بید تحصیل کن. اگر مشکل داشته بر اساس مشکل اگر نتوان تحصیل ادامه ده. درس که روپانه ده دیگه سرگرمی هم دارید؟ بله یان. برای فوتبال ورزش، فوتسال، والیبال همین گیم ورزش است. به چکان سوژنده والیبال هم داره فوتسال داره. بله یان والیبال هم دارم فوتسال هم دارم. ورزش بگویم بخشان تا بگویم باران تک دیستگی بگیشتر. دیگشتر فوتسال تا فوتبال و فوتسال گشتر دیستگی. والیبال تازه شروع بود. ایدن شما مسابقات هم دارید؟ بله یان مسابقات دارم. ای گوازی وایم چمی که گوشته ای چونه کانت یعنی مسابقات گمید داخل اگرت و جنده وسط یا گودیگه منطقه. بله تاسات ولسوالی جنده اگر ولسوالی تام برگزار شده جامعه که بین ولسوالی برگزار است آبادی بخش جتاین داره دیگه ولسوالی که مشا ولسوالی چهار برجک کوکانگو خاشو چند دارن گوانم گوازی کنن. گوان داشته گوازی؟ بله گوازی داشتن کوکانگ هم داشتن خاشو هم داشتن چهار برجک هم داشتن. نتیجه چونه کا بود؟ نتیجه دیگه گو خاشود باختن کنگا بردن. کنگا برده داشته یک برد کنگا داشتن. چیکار تیاری گفته که دیگه برد داشته بود؟ دیگه تیاری دیگه فعلا تیاری آنگی ندارن. دیگه جوان که ادانات انگشتر کی جوان نوک جوان شهران کان دیگه پدا جام شروع بی پخیر. پدا رکشت شروع. بله پدا رکشت شروع. آن فعلا در حال حاضر می چند امی هفته گت ان شاء الله تعالی جامی از بی شروع بین امی ولسوالی زنده ان شاء الله تعالی. شما لوٹا گواش مسئول زمار به جوان باروچی. میشن تکی کوشش کنن که به جوانان رسیدگی کنن تو ایشان مثلا بیشان ورزش یک کم دیمه داره دلگرمی دین که شان به ورزش مثلا چی کنن تشانه تشویق کنن که جوان بیان ورزش پسیات مفید انت ورزش کنن جوانان آیندهش خوب بید دیگه امید لوٹا دارن شمشان شما لوٹا شه دیگه ورنان چی ورنان میشن تکی بیان به تحصیل رسن درست انت که انه فعلا مشکلات بعض انت مثلا نتوانن خارج خانه ده بس تحصیل او ادامه ده تحت این شرایط تحصیل او علم کنه من ترش گونما بردات تشکر سلامت جان سپاس عزیزان گل چاروکان همارت که پشما پیسر گشتون که مشما مروچه چخانسور یا چکانسور شهر هستن و اولسوالی وان دو مگاتگم دیوان بی بارانتا که به پوله باراتگم پولی که جور بوده و پولی که مردم شادنا شتونواتین دارند و ای پول مردمانه گنبازی سکیو سوری دی پدیم کرتد وانو پمی واسطه یک مزن اسپیتریش و کماشوتی پانا دارند که مشمار به پوله بارا لات معلومات و پټ پولی دن امیدی که تا ګور سره ایواجه خبران دلگوشی کنید. سلام علیکم زبرست. سلام بسم الله الرحمن الرحیم. من حاجی سید محمد از چناقتوری ولسوالی آن شاغچ کریان. بیش ما گوشید که این پوله کارش چی که وقت واده بونگی بوده شروع بوده. این پوله واده نون بوده که وقت پیمان دیری بوده که مگر نون تقریبا اکمایی بی که شروع بوده که پول جوړ بی تو رو برا بوده کاری. این پول چی که الکومیته گو چی که دیاگو یک کارگر واسه کند. این بعد یک قصایی په ملت تا توی نستی. این پول اگه جوړ بیت رابطه مردمان یا بیت پشت رود و شیب رودانی بیام دیگر التماس دارن. اگر ما بیت این پول مردمانی مشکل بیخی باز بیت. آنی پول انشالله جوړ بی خدا بکن که بزرگترین فرصت تی که توقتنا پکتی پولا جوړ کنه. را بند بی ارتباط بند بی ام ماشین رابطه رو نکنه شه سړی که یه لخشک پر رو به شاپا ماشین نتوانه گشت گذر کنه. و اما درباره پول چون سال زمانه که وقت زرشه تا جوړ وتا بادشاہی پولا تو چپی بوتی و ماشین کب بیتے پول خراب بوتی بادشاہی اللہ پاک امارات خیر دند که بعد اشرا به دست گفت و استکنون اشرا داری جوړ کندی. شما لوټه گواښ مسئول زماران چیته. اما لوټه گیشن تا که خدا بکند که اما مسئولین اما جادان و اما پول چکانا اشانا پما جوړ کنند. من طرف که گون هم خبر دادید. سلامت به چشم خوبی انت. عزیزان گل چاروکان ایشات مشم مروچین دیوان و پریام کش افغانستان ملی گوشگنده پشماشین متعلم بود و شاید چخانسور شهر و شهیدن مردمانی گپوتران دلگوشی کرتید بیان سکیو سوریه بارا به زندگی بارا به کشتالی بارا وتی سکیو سوریان پیش کرتن و بیوتی سړی کی مشما گندن و چارن بیشی بارا وتی سکیو سوریان گشتن و امید کیتی د مکترانشت تو دیوانه
204 شمار 200 بوده بید تا دیگر دیوان و تا دیگر پریامی که شما لوگو میتکن از ملوچین آدورن زاد شما ساتوک